او راست نامهای نیک و صفتهای عظیم و شأن و ایمان می آوریم به اینکه او هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. او الله یگانه است که هیچ معبودی بر حق جز او نیست. داننده نهان آشکار است، میداند آنچه که غایب و حاضر است و به اهل ایمان یعنی بر مؤمنان بسیار بخشنده و به نهایت مهربان است. الله سبحانه و تعالی در آخرین سوره حشر چگونه که تلاوت شد اثبات نمود نام خودش را. هو الله، او الله است، صاحب الوهیت است. هنگامی که بر این نام دعا کرده شود حتما دعا اجابت میگردد. تمام علما بر این اتفاق نظر دارند که الله یکی از اسمهای اعظم پروردگار است و در این آیت الله سبحانه و تعالی تأکید می نماید که معبود بر حق بجز او کسی دیگری نیست. او اله بر حق است. الله سبحانه و تعالی در این عالم اثبات نمود که او تنها او سزاوار عبادت هست و بس و فرمود عالم الغیب و الشهاده، داننده نهان آشکار است، یعنی آن چیزی که از نظر دیگران غایب است حتما الله سبحانه و تعالی او را میداند و میبیند و آنچه که از نظر مردم غایب است الله سبحانه و تعالی او را میبیند و میداند. و شهاده و آنچه که غایب و حاضر است الله سبحانه و تعالی او را میبیند و میداند. هو الرحمن الرحیم. و الله سبحانه و تعالی با اهل ایمان بسیار بخشنده و به نهایت مهربان است و این آیت بیانگر اثبات صفت رحمت الله سبحانه و تعالی است. هو الله الذي لا اله الا هو، او الله یگانه است که هیچ معبودی بر حق جز او نیست. این آیت همچنین تأکید می نماید و اثبات می کند الوهیت الله سبحانه و تعالی را. و سپس الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه 8 نام از نامهای خود را بر ما بیان کرده می فرماید. هو الملک، یعنی او پادشاه جمیع و تمام اشیاء و چیزهاست. ملک یعنی تمام ملک خاص از برای پروردگار است. این ملک حقیقی است، چگونه که الله می فرماید تبارک الذی بیده الملک، چی با برکت از آن پروردگاره که تمام مالکیت در دست اوست. هو الملک القدوس، این نام اولی از نامهای الله هست در این آیت. القدوس یعنی نهایت پاک است، به نهایت پاک است. قدوس یعنی منزه است، پاک و منزه است از هر عیب و نقصانه. السلام، سلام از هر عیب و نقصان در سلامت است و همچنین بر بندگانش سلامت بخش است. المؤمن یعنی امین بخش است، امین بخش است بر آن کسانی که بر او ایمان آورده اند و با پیامبرانش با واسطه معجزاتی که روان کرده شد آنها را تصدیق کردند، بر آنها امین بخش است، در امانت و سلامتند. المهیمن یعنی نگهبان بر همه اعمال بندگان و تمام خلقش است، یعنی شاهد است بر آنها، یعنی آنها را در قبضه قدرت خود قرار داده است. العزیز یعنی پیروزمند است که هرگز مغلوب نخواهد شد. صاحب عزت کامل است، پر قدرت و قوی است. الجبار جبار است که غلبه او را کسی تاب آورده نمیتواند.
و همه آفریده ها در برابر او فروتنند. المتکبر، او سبحانه و تعالی بزرگوار است که دارای کبریا و عظمت و قدرت است. الله میفرماید در سوره جاثیه: وله الكبریاء فی السماوات والارض، یعنی تمام کبریا و عظمت در آسمان و زمین تنها از برای او سبحانه و تعالی است. و بعد این میفرماید: سبحان الله، ای پروردگار تو پاک و منزه از هر عیب و نقصان هستی. عما یشرکون، پاک است الله از آنچه که این مشرکان برای او در عبادت صرف میکنند و در صفات و آفرینش او بر او شریک قرار میدهند. پاک و منزه است. هو الله الخالق البارئ المصور، او الله است که آفریدگار تمام مخلوقات است. او پروردگار است که تمام خلق را از نابودی آفرید. البارئ، ایجاد کننده همه اشیاء است. المصور، و صورت بخش است، یعنی تمام مخلوقاتش را با بهترین صورت و با بهترین شکل آفریده است. له الاسماء الحسنى، و الله سبحانه و تعالی دارای نامهای نیکوی است. و الله سبحانه و تعالی تمام نامهایی که ذکر کرده است به آن نامها نامگذاری میگردد. تمام اسمهایی که بر خود بیان کرد پس سزاوار است، حق است، درست است. این نامها دلالت بر ذات الله سبحانه و تعالی میکند و همچنین دلالت بر صفت از صفات الله سبحانه و تعالی دلالت میکند. یسبح له ما فی السماوات والارض، هرچی در آسمان ها و زمین است تسبیح گوی او سبحانه و تعالی هستند و تمام مخلوقات الله سبحانه و تعالی را تسبیح میگویند، باشد که تسبیح حسی باشد یا تسبیح معنوی. و هو العزیز الحکیم، و او سبحانه و تعالی پیروزمند است بر دشمنانش و حکیم است در تدبیر امور خلقش. یکی از صفاتهای الله سبحانه و تعالی که اون حکیم است، یعنی هر چیز را در جا و موضع خود خواهد گذاشت و قرار خواهد داد. و الله سبحانه و تعالی احکم الحاکمین است. از این آیه های کریمه برمی‌آید که الله سبحانه و تعالی عالم الغیب است. غیب یعنی هر چیزی که از پیش و نظر انسان غایب مانده باشد. پس مراد از غیب در اینجا غیبی که الله داننده غیب است، غیب مطلق است، یعنی که تمامی چیزی که از نظر انسان همه چیزها پنهان است الله سبحانه و تعالی او را میداند. پس غیب دو قسم می شود: غیب مطلق و غیب نسبی. غیب مطلق باشد این خاصی علم الله سبحانه و تعالی است، اما غیب نسبی باشد این خاص علم همون شخص است. مثلا یک فکرها، اندیشه های را انسان در ذهن خود دارد که آن را من نمیدونم، نسبت من و آن غیب است، اما نسبت خود همون شخص و آن را میفهمد، درک میکند و حس مینماید. و آن غیبی که الله سبحانه و تعالی این را خاص خود قرار داد، این غیب مطلق است که تمام کس تمام چیز را پنهان و آشکار و همه چیز را میداند. الله سبحانه و تعالی داننده غیب است. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، ای محمد بگو بر اینها کسی جز الله آسمان ها و زمین غیب رو نمیداند. او پروردگار است که آنچه که در آسمان ها و زمین است همگی رو میداند. و هر کی دعوای علم غیب را نمود و قرآن و سنت را دروغ شمارید و او کافر مشرک است. الله میفرماید:
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا الله. بگو ای محمد کسی غیب رو در آسمان و زمین جز پروردگار نمیداند. و شهاده یعنی الله سبحانه و تعالی شاهد است و آنچه که حاضر است او را همچنین میداند و بر وی چیز پنهان نخواهد ماند. داننده غیب و آشکار و نهان است. هو الرحمن الرحیم. الله رحمان است و رحیم است. این دو اسم از اسمهای الله سبحانه و تعالی هستند. اسمهای عظیم هستند از اسمهای الله سبحانه و تعالی که در بسم الله الرحمن الرحیم ذکر می شود. معنای اینها صاحب رحمت عظیم است. ولیکن اولی از این نامها وصف است و دوم این به اعتبار فعل است. الله سبحانه و تعالی به اعتبار وصف صاحب رحمت است و به اعتبار فعل رحم میکند هر کسی را که بخواهد. الله میفرماید استعیذ بالله و ربک الغفور ذو الرحمه و پروردگارت بسیار بخشنده و صاحب رحمت است. و میفرماید یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. الله هر کسی را که بخواهد عذاب میکند و هر کسی را که بخواهد میبخشد و عفو میکند. و رحمه صفت ذاتی الله سبحانه و تعالی به اعتبار وصف او سبحانه و تعالی است. صفت ذاتی است یعنی که الله سبحانه و تعالی صفات لازم گیرندهش ابدی و ازلی هست که او رحیم بود و هنوز هم رحیم باقی میماند تا ابد. اما به اعتبار فعلیش باشد الله سبحانه و تعالی هر کسی را که بخواهد رحم میکند و هر کسی را که بخواهد رحم نمیکند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را مشمول رحمت خودش قرار بدهد. و الرحمن و الرحیم اگر هر کدام از این صفات ها از این نام ها اگر علاهیده آمدن پس هم وصف و هم فعل را در بر خواهد گرفت. چون که الله میفرماید و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن. این هم وصف و هم فعل را در اینجا در بر خواهد گرفت. الله سبحانه و تعالی بر خود وصف گذاشت. وصف کرد خود را که او رحمان و رحیم است. اما برخی از طایفه ها به مثل جهمی ها و معتزله ها و اشعری ها این را تعویل کردند، این را انکار کردند و این را به معنای اراده قرار دادند که الله خود بیان میکنه که الله بخشنده و مهربان است. اگر ما اندکی بر این آیت بیاندیشیم پس برای ما حقیقت روشن و واضح خواهد گردید. الله میفرماید استعیذ بالله یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. الله هر کسی را که بخواهد مورد عذاب خود قرار میدهد و یرحم من یشاء و هر کسی را که بخواهد رحم میکند. و خلاصه قول در باب بیان اثبات اسما و صفات الله سبحانه و تعالی عقیده اهل سنت و الجماعت بر این است که این و صحیح درست است که آن چیزی را که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در الله از نامها و صفاتها اثبات کرده باشد اثبات می نمایند و هر آن چیزی را که الله و رسول الله اگر نفی کرده باشد پس نفی می نمایند. پس آن اسما و صفاتی که الله سبحانه و تعالی در نفسش اثبات کرده است پس ما این رو اثبات می نماییم و در وحشت نمی افتیم بدون تغییر و نفی و مانند کردند. ولا تقف ما ليس لك به علم. در آنچه که ای بنده تو علم نداری سخن نگو، صحبت نکن. و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. و بر الله چیزی رو میگوید که در حالی که علم ندارید. این رد است بر آن کسانی که بدون علم در حق الله سبحانه و تعالی سخنهای ناجای را میزنند. ولیس کمثله شیء. و مثل مانند و همتای پروردگار کسی و چیزی نیست.
هو الله الذي لا اله الا هو الملک. او ملیک است، یعنی صاحب ملک کامل است. تمام مالکیت در زیر تصرف اوست. سلطان تام است. قدوس یعنی پاک و منزه از هر عیب و نقصان است. السلام یعنی سالم است که در وی با هیچ وجه ناقصی دیده نمی شود. سالم حقیقی است، وهم در او دیده نمی شود. نه در حاضر، نه در آینده، نه در غائب بودن در هیچ وجه ناقص نمی گردد. با تمام جهت سالم و سلامت است. المؤمن یعنی امین بخش است. در اینجا مؤمن به دو معنی میآید. اول مؤمنی که درست میشمارد، راست میشمارد پروردگارش را و رسولش را. دوم اگر مؤمنی که الله و رسول را راست شمارید، بر الله کسی چیزی را شریک قرار نداد، پس وی در امین میموند از عذاب الله سبحانه و تعالی. از عذاب سخت پروردگار در امان قرار خواهد گرفت. المهیمن یعنی نگهبان است، صاحب سیطرت و حکم بسیار پرقدرت است. به هر کسی بخواد حکم میکند، هر کار را بخواد انجام میدهد و هر حکم را بخواد برای هر کسی نازل میکند. العزیز پیروزمند است که هرگز مغلوب نخواهد شد. بر تمام قوت و قدرت دنیا غالب است، توانا است. کسی او را غلبه کرده نمیتواند. كتب الله لأغلبن انا و رسلی ان الله قوی عزیز. الله سبحانه و تعالی هرگز غلبه کرده نمی شود و بر بالای تمام چیز غالب است، قادر و قدرت توانایی دارد. او سبحانه و تعالی صاحب عزت است، صاحب قدرت است، صاحب قهر است. اول عزت قدر یعنی الله سبحانه و تعالی عزیز است، مکرم است، مشرف است و عزیز است در قدرش و شرفش. کسی دیگر با شرفتر از پروردگار نیست، کسی دیگر با عزیزتر از پروردگار نیست. از همین بود که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود السید هو الله. سید یعنی سیادت مطلق تنها از برای پروردگار است. دوم عزت غلبه و قهر. الله سبحانه و تعالی بر تمام چیزی هستی غالب است و قاهر است. تعز من تشاء و تذل من تشاء. ای پروردگار هر کسی را که تو بخواهی عزت میدهی و هر کسی را که بخواهی خار و ذلیل میکنی. پس ذلیل شخص مغلوب شده است و عزیز شخصی غالب شده است. ولله العزة ولرسوله. پس تمام عزت از پروردگار و رسولش است و از مؤمنان است. و سوم عزت امتناع یعنی الله سبحانه و تعالی تمام ناقصی ها و کمبودی ها را از خود منع می سازد، تمام عیب را از خود دوگ می کند. در حق الله سبحانه و تعالی این حق است، درست است. پس عزت الله سبحانه و تعالی آن همین سه نوع است. الجبار یعنی جبار است الله سبحانه و تعالی که غلبه او را کسی تاب آورده نمیتواند. جبار صیغه مبالغه است که سه معنا دارد. اول از جبروت است که به معنی قوت و عظمت است و مانند اینها. دوم جبر کثیر یعنی جبران میکند قلب‌های شکسته را، قلب‌های شکسته را آرامش میبخشد، جبران میکند. و سوم از علو است، از بالا بودن، از بالا مرتبه. و علو شک نیست که از صفات الله سبحانه و تعالی است. جبار این نام از نامهای پروردگار است و این در برگیرنده صفت از صفاتهای الله سبحانه و تعالی است که در این نقص دیده نمی شود. المتکبر یعنی الله سبحانه و تعالی بزرگوار است که دارای کبریا و عظمت است. پس این
دلالت بر عظمت الله سبحانه و تعالی و کبریای او سبحانه و تعالی میکند که کامل از هر عیب و نقصان است و این صفت کمال است نسبت پروردگار که صاحب کبریا و عظمت است. سبحان الله عما یشرکون، پاک و منزه است آن پروردگار عظیم و شان با ربوبیت و الوهیت اسما و صفاتش. الله پاک و منزه است از آن چیزی که اینها بر الله کسی و چیزی را شریک قرار میدهند، چی در ربوبیتش باشد، چی در الوهیتش و چی در اسما و صفاتش. هو الله الخالق. الخالق یعنی خلق کننده، ایجاد کننده، پدید آورنده. پس الله سبحانه و تعالی خالق است. خلق یعنی از نابودی به هستی پیدا شدن، پیدا کردن رو این رو خلق میگویند. پس الله سبحانه و تعالی وصف شده است بر این صفت خلق. یکی از خصوصیت های الله سبحانه و تعالی این خلق کردن است. پس فلا خالق الا الله، پس کسی خالق جز پروردگار نیست. الباری، باری همچنین به معنای خالق است، اما پدید آورنده، خلق کننده، پدید آورنده آن چیزی که از کسی تقلید نمی کند، برخلاف انسان ها که چیزی را از کسی دیگر دیده مثل آن را می سازند. المصور یعنی تصویر کننده. الله سبحانه و تعالی قادر است هر چیزی را بر صورت خودش بیافرد. آدم را به شکل خود، به شکل یک زیبای آدم های گوناگون، شتر به شکل خودش، تمام حیوان ها، گاو و اسب و دیگر چیزها به شکل خودش. پس نظر کنین، تفکر کنین، بیاندیشید. الله میفرماید هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. او پروردگار است که در رحم مادران چگونه ای که بخواهد انسان را به شکل تبدیل میدهد و تغییر میدهد. الله سبحانه و تعالی است که انسان را قد بلند و قد پست و بگیم که به شکل‌های گوناگون آنها را قرار میدهد. یسبح له ما فی السماوات والارض. یسبح تمام آن چیزی که در بین آسمان ها و زمین است و در داخل اینهاست، الله سبحانه و تعالی را تسبیح میکنن، یاد میکنن، او را پاک و منزه میشمارن از هر عیب و نقصان. چی حال باشد، چی آینده باشد، الله را چیز در همه حال از هر عیب و نقصان پاک و منزه میشمارند. ما فی السماوات والارض، ما در زبان عرب از اسم موصول است، به معنی عموم است، از صیغه های عموم. یک تمام آن چیزهایی که بین آسمان و زمین و در داخل اینهاست، الله سبحانه و تعالی را پاک و منزه میشمارند، از هر عیب و نقصان بر او میافکنند. پس تسبیح دو نوع است. تسبیح گفتن الله سبحانه و تعالی دو نوع است. یکم تسبیح بر زبان حال، دوم تسبیح بر زبان مقال. اما تسبیح گفتن الله سبحانه و تعالی از قسم اول به زبان حال، این عام است، شامل گرنده تمام آن چیز که در آسمان ها و زمین است. الله سبحانه و تعالی را تسبیح میگویند در حال بودنشان. کافر مثلا کافر است که به زبان حال چیز الله را ذکر میکند، یاد میکند و الله سبحانه و تعالی را خالق خود میشمارد و پدید آورنده تمام چیزها میشمارد و این نظامی که الله سبحانه و تعالی در این کون قرار داده است بر آن اعتراف میکند، اقرار مینماید. الله سبحانه و تعالی بندگان را بر دو قسم تقسیم کرد، کافر و مؤمن. و کافر به زبان حال سپاسگزاری و تسبیح میگوید، اما به زبان مقال باشد بر الله سبحانه و تعالی شرک و کفر می‌ورزد، در غیر الله عبادت را صرف میکند. حتی تمام جمادات الله سبحانه و تعالی را به زبان حال یاد میکنند، چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء میفرماید استعیذ بالله یسبح له ما فی السماوات والارض ومن فیهن وإن من شيء
إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبیحهم. و هر آنچه که در آسمان ها و زمین است الله را تسبیح میکنند و یاد میکنند، و آنچه که در بین اینهاست، هر چیزی که هست مگر حمد و ستایش تسبیح پروردگار را میکند. ولیکن لا یفقهون تسبیحهم، ولیکن انسان ها چیست؟ تسبیح آنها را، ذکر آنها را نمیفهمند، نمیشنوند و نمیبینند. چگونه که در حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم ثابت است که فرمودند که آن طعامی که در دستش بود پیامبر صدای طعام و تسبیح طعام را شد. در دیگه حدیث فرمودند که اینی لاعرف حجرا، من یک سنگ را میدونم کان یرد علی السلام، که سلام به من را چیز علیک میگفت، جواب میگفت، یسلم علی، بر من سلام میگفت سنگ. اما شخص مؤمن و موحد باشد الله سبحانه و تعالی را هم به لسانی، هم به زبان حال و هم به زبان مقال تسبیح میکند، یاد میکند، پاک و منزه از هر عیب و نقصان میشما. و هو العزیز الحکیم. الله سبحانه و تعالی حکیم است در تمام امورش، احکم الحاکمین است. حکیم رو اگر از معنای احکام بگیریم یعنی به معنای اتقان است، یعنی که الله سبحانه و تعالی هر چیزی رو که می آفرد در بینهایت مرتبه های بالا و نیکو و زیبا و در بینهایت شکل الگوی خوب می آفرد. و اگر به معنای حکم این رو گیریم، حکم الله سبحانه و تعالی می شود کونی و شرعی. و حکم شرعی الله سبحانه و تعالی در سوره مائده الله میفرماید افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. این حکم شرعی است. میگه آیا شما حکم جاهلیت رو میخواهید، از آن میخواهید پیروی کنید؟ چی بهتر از حکم الله سبحانه و تعالی از برای آن قومی که عقل دارند، هوش و درک و فهم دارند؟ الله در دیگه آیه میفرماید ذالکم حکم الله یحکم بینکم. این حکم نازل شده الله است که بین شما داور خواهد شد. پس اینم حکم شرعی است. پس حکم شرعی آن چیزی است که الله سبحانه و تعالی بر بندگانش امر کرده است که این را انجام بدهند و از آن چیزی که منع کرده است از آن دوری بجویند. این حکم شرعی است. اما حکم کونی باشد، الله هر آنچه که الله خلق کرده است از مخلوقاتش این کونی است. باریدن باران حکم کونی است. اما نماز باشد این حکم شرعی است. باید انسان چیز فرضه الهی است، باید این را انجام بدهد. پس حکم دو نام شده است، حکم کونی و حکم شرعی. حکم کونی و حکم شرعی و در عموم همه اینها چهار قسم است: حکم کونی و حکمت کونی، حکم شرعی و حکمت شرعی. بعد آن که ما حکم کونی را فهمیدیم و حکم شرعی را فهمیدیم، اما حکمت کونی باشد این که الله سبحانه و تعالی انسان را چیز با بهترین خلقت آفرید که همیشه چی است؟ سرش بالا. و دیگر مثال حکمت کونی این که اسب، حیوان ها همیشه چیز سرشون به سوی پایان خم است. اما مثال حکمت شرعی باشد انسان قیام میستد، رکوع میکند، سجده میکند. این حکمت شرعی است که الله جز بر همین طرز ما را نماز را بر دوش مایان فرض قرار داد. سپس انا همین حکمت گاه می شود که برای انسان ها واضحش روشن است مثل آفتاب تابان. گاه می شود که برای انسان چیز واضح روشن نمی گردد. گاه واضح روشن می گردد و گاه برای انسان واضح روشن نمی گردد. گاه می شود که چیزی که در بین دیگران واضح روشن است در بین اهل علم واضح روشن است. الله سبحانه و تعالی قادر و توانا هست و هر چیزی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.